الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم الله سبحانه و تعالی همه طاعات به عبادات به بندگی ما و شما را در درگاه خود مورد قبول عنایت بفرماید و از سر تقصیرات همه ما درگذرد و قلمی عفو و بخشش خویش را بر روی گناهان من بکشد و در روز قیامت در میدان محشر پرونده اعمال من را به دست راست من عنایت بفرماید. آمین یا رب العالمین. بازم شما را خوش آمدید میگوییم در سلسله برنامه تفسیری چند از آیات کلام الله مجید. بحث امروزی ما یا تفسیر امروز در مورد مسائل مربوط به سوره عصر هست، سوره که خدمت عزیزان تلاوت شد. این سوره کوتاه‌ترین سوره هست از نظر عدد آیات در قرآن عظیم الشأن، اما یکی از سوره هایی است که واقعا اصول بزرگ اسلام و طرز العمل زندگی انسان ها را بیان میکنه و از جمله سوره های مکی هست. بعد از سوره الم نشرح نازل شده است. در ترتیب نزول 13مین سوره قرآن هست و در ترتیب مصحف 103مین سوره قرآن هست و عدد آیاتش 3 آیت هست. سبب تسمیه این سوره با سوره عصر همون کلمه اول این سوره هست: والعصر ان الانسان لفی خسر. محتوای این سوره حقیقتا بیانگری انسانهایی که زیان و خسران کردن او انسانها رو به ما معرفی میکنه و راههای نجات از زیان به خسران دنیوی و اخروی رو به ما معرفی میکنه و اینکه چی ویژگی هایی دارن کسایی که در حقیقت غرق در زیان و خسران هستن. یا همون حرف اول حقیقتا اصول بزرگ اسلام و یا طرز العمل زندگی انسان ها را بیان میکنه. در این سوره الله سبحانه و تعالی 5 مسئله بسیار مهم بر مورد بحث و بررسی قرار میده. یکی مبحث ارزش به جایگاه وقت هست که هم در قرآن آیات متعددی در موردش آمده و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم در اقوال صحابه و هم از نظر تجربه امروز ثابت شده. کسانی که از وقت و فرصت استفاده میکنن قله های ترقی و سعادت را طی میکنن و کسانی که غالبا غافلن از وقت و فرصت ها را نادیده میگیرن همیشه در عقب ماندگی فکری، ذهنی، اقتصادی، سیاسی در همه چیز فرو میروند. یک مسئله این مسئله است. مسئله دوم مسئله بحث ایمان مطرح میکنه که ایمان به الله سبحانه و تعالی یکی از اسباب نجات زیان به خسران انسان است. و مسئله سوم عمل صالح بیان میکند الله سبحانه و تعالی و این که عمل صالح چی هست، چی شروط و چی موارد مربوط به او هست در تفسیرش بیان میشه. و مسئله چهارم مسئله دعوت به خیرخواهی به سوی حق است و پنجم و تواصل بالصبر، دعوت به یا خیرخواهی به طرف صبر و استقامت و پایداری هست. بحث مربوط به این سوره خیلی مهمه. تلاش میکنیم که انشاءالله خدمت عزیزان دل تمام مسائل مربوط به این سوره را
در این ظرف 1 ساعت بیان بکنیم. اولا ترجمه این سوره را با هم بدانیم. والعصر، قسم به زمان یا سوگند است به زمانه، که این الانسان لفی خسر، قطعا انسان ها در زیان هستند یا انسان در زیان هست. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح یعنی عمل شایسته انجام دادن و یک دیگر را به پیروی حق توصیه کردن و یک دیگر را به شکیبایی و صبر و استقامت و حوصله‌مندی توصیه کردن. این ترجمه این سوره است. مطلب اول این سوره یا آیه اول قسم به عصر است. عصر را مفسرین کرام با معنای مختلف تفسیر کردن. هر کدامش یک معنا را از او برداشت دارن، از کلمه عصر. یک تفسیرش به این تفسیر کردن که منظور از عصر نماز عصر است. به همون لحاظ است که الله سبحانه و تعالی چون اهمیت نماز عصر زیاد هست برش قسم یاد کرده. والعصر، قسم است به نماز عصر یا نماز وسطی. و الله هم در قرآن گفته حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، نماز وسط یا نماز عصر مشخص ساخته که باید برش محافظت صورت بگیره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه کسی که نماز عصرش ازش قضا بشه، ضایع بشه، باید چنان مایوس و غمگین باشه، محزون باشه، مثل این که تمام فامیلش از دست داده باشه. یعنی همین قدر اهمیت نماز عصر زیاد هست. به همون لحاظ یک عده مفسرین تفسیر بر نماز عصر کردن. یعنی الله به نماز عصر قسم یاد کرده، سوگند به نماز عصر، که اگر نماز عصرت قضا شد، ضایع شد، از بین رفت، تو زیان کردی، خسران بزرگی مرتکب شدی. و علتش هم بیان کردن. یک علتی که نماز عصر را منظور از نماز وسط است و الله گفته برش باید محافظت صورت بگیره و برش قسم یاد کرده، چون غالبا وقت مشغولیت و مصروفیت انسان زیادتر است در نماز عصر و در دیگه نمازها فرصت کافی برای انسان است. به همون لحاظ است که گفته شده باید به این نماز دقت بیشتر صورت بگیره. این یک تفسیر است. تفسیر دوم، معنای عصر مفسرین میگن مطلق زمان هست. همین جریان شب و روزه که میگذره، حرکت سیارات، کائنات، آفتاب، مهتاب، همه چیزی که در حرکت و در مسیر خود روان هستند در مرور زمان، مطلق زمان الله سبحانه و تعالی در اینجا برش قسم یاد کرده. یا همون مطلق وقت است که آنقدر مهم است که الله برش قسم یاد کرده. به همون لحاظ است که نظر اتفاق و یا جمهور محدثین و مفسرین بر است که بعضی از انسان ها زمانه رو دشنام میدن، دو میدن. نباید دو بده. چرا؟ الله سبحانه و تعالی میگه زمان خود من الله هستم. و شما میبینید در مجلس و در شهر و بازار و روستا و اطراف مردم وقتی بین خود صحبت میکنن چی میگن؟ یا میگه علیاذ بالله لعنت به این زمانه، یا زمانه خراب شده، یا مرگ بر این زمانه، یا نمیفهم چنین و چنان، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند، حدیث قدسی که از رب العالمین روایت میکنن، که الله سبحانه و تعالی گفته فرزندان آدم من الله را دشنام میدهند، توهین میکنن، با وجود این که عده ایمان دارن به الله ولی نادانسته و نافهمیده این کار انجام میدن. و او چی هست؟ دهر یا زمانه را دو میدن، دشنام میدن، در حالی که غافل از اینکه زمانه خود من الله خود من هستم. یا حرکت و گردش زمانه همه به فرمان الله هست. پس اگر تا امروز نمیدانستید، همیشه این واژه ها را استفاده کردید که زمانه خراب است، مرگ بر زمانه و لعنت بر زمانه و چنین و چنان، سر از امروز دیگه تصمیم بگیرید که این حرف تکرار نکنید. چرا؟ گناه بزرگی است. شما در حقیقت الله را توهین میکنید، دشنام به الله میدهید و الله از دست بندگانی که چنین دشنام ها و توهین ها را میکنن ناراض است. این تفسیر و تعبیر دومش. تفسیر سوم که هر سه تفسیر مورد قبوله، یعنی هیچ کدامش رد نیست. یا کسی بگه که خب والله ما کدام یکیش قبول بکنیم، هر سهش درست است.
معقول است. تفسیر سوم از کلمه عصر یا والعصر و معنای این که منظور از عصر عمر گرانبهای انسان است، همون زمان و فرصتی که برای انسان داده شده. برای کسی 50 سال، 60 سال، 100 سال، کمتر بیشتر وقتی در اختیارش گذاشته شده. الله قسم یاد کرده که اگر این عمرت بیهوده صرف شد، این عمر گرانبهایت برای غیر مشروع مصرف شد، بیهوده مصرف شد، ضایع شد، تلف شد، این انسان در خسران و در زیان است. همین کسی که عمرش بیهوده صرف میشه. و یادتان باشه که تمام دستاوردهای انسان همه مدیون استفاده از عمر انسان و حیات انسان است. هیچ فردی پیشرفتی نداره، ترقی نداره، دستاوردی نداره الا مگری که از عمرش استفاده کرده باشه، مگری که تلاش کرده باشه از این فرصت‌های طلایی که الله سبحانه و تعالی در اختیار بندش قرار داده از این استفاده کرده باشه. این تعبیرها و تفسیری کلمه عصر است. اما بیایید ببینید که ارزش وقت در قرآن و در سنت، الله سبحانه و تعالی هم به ابتدای روز وقت شب داخل میشه، هم به اصطلاح ابتدای روز وقت شروع میشه طلوع آفتاب، هم به انتهای شب داخل میشه، هم در وسط روز. در 3 قسمتی از روز و شب قسم یاد کرده. والفجر، قسم است به صبح، به این معنا که صبحی تو باید با طریقه درست آغاز بکنی و از فرصت صبح استفاده بکنی. دانشمندان اسلامی میگن بهترین استفاده از فرصت صبح که الله قسم یاد کرده چیست؟ ادای نماز صبح است، وقت خیستن هست. غالبا امروز ثابت شده کسانی که وقت میخیزن، اقدام به انجام کارشان میکنن، هم پیشرفت در کارشان هست، هم خیر و برکت است و هم استفاده درست بردن و هم در اون روز بانشادتر و سرورتر و خوشحالتر است. یک چیز است که ثابت شد، کسی که صبح میخیزد برای ادای نماز صبح، شروع صبحش با نماز صبح میکند، با طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی، با ذکر و یاد الله میکند، آن روز تا شامش در عبادت سپری میشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه کسی که نماز صبح میخواند درست منظم، مردان در جماعت، خانم ها در خانه ایشان، آن روز تا شام برایشان عبادت نوشته میشه. یک فایده است. فایده دوم است که از خسران و زیان نجات پیدا کردیم. فایده سوم است که آن روز خوشحال هستیم. بروید تجربه کنید، روزی که نماز صبح تان خواندید چقدر خوش هستید، و روزی که نماز صبح قضا کردید ساعت 8 و 9 صبح خستید از خواب، چقدر غافل و کسل و تنبل هستید در روز. خود به خود محزون و غمگین است بدون از کسی برایتان حرفی بگه. به اون لحاظ است که الله سبحانه و تعالی میگه والفجر، قسم است به صبحگاه، و الضحی، قسم است به چاشت، واللیل، قسم است به شب، والعصر، قسم است به مطلق زمان و روز شب، تمام روز و شب. خب همه این آیات بیانگر اهمیت وقت است، چون الله سبحانه و تعالی به چیزی قسم یاد نمی کند مگری که اهمیت و ارزش او را نشان میده. وقت الله به عمر پیامبر قسم یاد میکنه، یعنی که عمر پیامبر خیلی با ارزش. وقت الله به آفتاب و مهتاب قسم یاد میکنه، اهمیت آفتاب و مهتاب خیلی نقشش بزرگ و برازنده است در حیات انسان، در زندگی انسان. وقت الله به صبح و چاشت و شام قسم یاد میکنه، به این معنا که بنده اگر از صبح غافل شدی زیان کردی، حداقل اگر از صبح غافل شدی از چاشت غافل نباش، این عمر گرانبهایت بیهوده مصرف نکن. اگر از چاشت غفلت کردی، صبح غفلت کردی، حداقل وقت شب فرا میرسد، شبهای بزرگی بدون عبادت چی کنم؟ چقدر این فرصت آمده ما از دستش دادیم، این ایام آمده ما از دست دادیم اوره. و این قضیه، این یک قسمتی آیاتی که در ارتباط به اهمیتی
ارزش وقت است در قرآن. دومیش تمام قرآن ورق بزنید، روزی به نام روز تعطیلی و رخصتی در اسلام پیدا نمی کنید. حتی لحظه و ساعتی برای رخصت پیدا نمی کنید در اسلام. تأکید قرآن هست. واژه عاملون، یعملون، کسبو، مما یعملون، مما تعملون، آنچه عمل میکنید، آنچه کسب میکنید، آنچه کردید، تمامش کار است، تلاش است. و تمامی این تلاش انسان به دو جهت است. انسان مسلمان یا برای دنیایش تلاش میکنه، ربنا آتینا فی الدنیا حسنه، یا برای آخرتش تلاش میکنه، و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. انسان مؤمن غیر دو تلاش دیگه کاری نداره، وقت غافل و تنبلی و مفتخوری نداره. به همون لحاظ است که تأکید شد یا انسان به مشغول دنیا برای دنیایش باشه یا برای آخرتش باشه. انسان مومن دو تا کار میکنه، هم برای دنیایش تلاش میکنه، هم برای آخرتش تلاش میکنه. به همون لحاظ است که ما انسان ها را اگر به چند کاتگوری تقسیم بکنیم ببینیم تلاش اینها را. یک عده انسان ها هستند که تنها و تنها برای دنیا تلاش میکنن، بس همین زندگی دنیا. اینها هم زیان کردن، در زیانن. زیانشان کجاست؟ آخرت فراموش کردن و آخرت جاودانه را از دست دادن. گروه دوم یک عده انسان هستند که تنها برای آخرت تلاش میکنن، دنیا را فراموش کردن. اینها هم زیان کردن، در زیانن. چرا؟ چون الله گفته ولا تنس نصیبک من الدنیا، حق و حصه ایت از این دنیا فراموش نکن. این دنیا برای استفاده خلق شده و آفریده شد. به همون لحاظ در قرآن میبینید متاع لکم خلق لکم والانعام خلق لکم سخر لکم والفلک لکم والبحر لکم والشمس لکم. آفتاب برای شما، مهتاب برای شما، دریا برای همه برای استفاده شماست. پس کسی که از دنیا استفاده نمیکنه، تنها به آخرت میپیونده و تمام تلاشش برای آخرت است، اینم زیان کرده. چون پیامبر هم از دنیا استفاده کرده، هم از آخرت. این دو گروه، یک گروه تنها برای دنیا تلاش کردن، زیان کردن، یک گروه تنها برای آخرت تلاش میکنن، زیان میکنن. گروه سوم موفق ترین این هستند، کامل ترین این مؤمنان هستند، هم برای دنیایشان تلاش میکنن، هم برای آخرتشان تلاش میکنن. این گروه سوم تلاش کنید، کوشش کنید برادران و خواهران عزیزم که از این گروه سوم باشید. هم برای دنیایتان تلاش بکنید، هم برای آخرتتان تلاش بکنید. در اسلام چیزی به اسم رهبانیت نیست، گوشه‌نشینی نیست. یا کسی چلخانه را انتخاب بکنه بگه ما از دنیا بریدیم و ترک دنیا کردیم. نه خیر، اشتباه است. وقتی پیامبر ترک دنیا نکرده، برای دنیا تلاش کرده، هم برای دنیاش هم برای آخرتش. تمام تلاش رسول الله صلی الله علیه و سلم به دو جهت تقسیم می شده. یک قسمتش مربوط به دنیا بوده، قسمت دیگرش مربوط به آخرت بود. پس من و تو از پیامبر داناتر نیستیم. یک عده انسان‌هایی هستند که نه دین میفهمن نه دنیا رو میفهمن. چیم دنیا زشت است و نمیفهمم، با اصطلاح پول بد است و باید ترک دنیا بکنی و گوشه نشینی را انتخاب بکنی و باید به فکر آخرت باشی. عجیب منطقی است. خب قرآن صریحا میگه برای دنیای تلاش بکن، خوب زندگی کو در دنیا. پیامبر میگه بهترین زندگی را در دنیا، سعادت و خوشبختی زندگی را در دنیا کسان بردن سعادت و خوشبختی را کسان بردن که 4 چیز دارن. 1 همسر صالح، برعکس زن باشه، شوهر صالح. 2 خانه خوب داشته باشه. 3 وسیله سواری خوب داشته باشه. 4 همسایه خوب داشته باشه. خب اگر تلاش دنیا نیست، چرا پیامبر این حرف گفته؟ لذت و سعادت دنیا نصیب کسی شد که این چیزها رو داره. به همون لحاظ است که شما تلاش بکنید از گروه سوم باشید. گروه سوم. و شما میبینید امروز در جامعه، حتی حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاده در شهر کابل، مردم عزیز ما را در سفره غم نشاندن، یا در شهر ننگرهار افغانستان چیز کم 100 نفر زن و طفل و پیر و جوان به خاک خون کشیده شد. چی کسی عاملین این قضیه هستند؟ کسایی هستند که نه خود در دنیا میخوان زندگی بکنن، نه زندگی دنیا رو برای کسی دیگه میخوان. اینا فکر میکنن که تنها آخرت است. نه خیر.
این دنیای با این وسعت و با این بزرگی که الله آفریده، با این همه نعمتهاش، خودش میگه واذکروا نعمت الله علیکم. این نعمت، آن نعمت رو باید بیاد داشته باشید. از نعمتهای الله درست استفاده کنید، شکر نعمتها را به جا بیاورید. به خاطر چیست؟ والله شما حادثات رو میدیدید قلب انسان جریحه دار میشه. انسان مؤمن نمیتونه اصلا چنین کاری رو انجام بده. اسلامی که میگه اگر برای یک سگ خدمت کردی، برای سگ تشنه را اگر آب دادی، الله به وسیله این خدمتی که در حق سگ کردی تو رو وارد بهشت میسازه. مگر جریانش در حدیث نیست؟ یک گناهکار طول عمرش جفا کرده، جنایت کرده بود، گناه کرده بود، زمانی که به یک سگ تشنه آب میده، رسول الله میگه تمام گناهی زیر الله بخشیده. اسلامی که با مجازات یک گربه و یک پیشک میگه سزای جهنم است. حق نداری یک پیشک زندانی بکنی و از بین ببری با ظلم. چگونه اجازه میده؟ این همه قتل، کشتار، جنایت، فجایع. بعضی از عزیزان ما، خواهران عزیز ما، دوستان عزیز ما پیشنهاد میکنن، به ما نظر میدن که برادران عزیز ما، استاد باید بعضی قضایا رد بشی صریحا. خب چی گونه رد بشه؟ امروز یا فردا ممکن نوبتی ما باشه، خب از دنیا میرم، حالا به هر طریقی که باشه. من نگم، یکی دیگه نگه، کی بگه این حرفه؟ مگر میشه انسان در برابر چنین ظلم و جنایتی چشمش پت بکنه؟ آیا روز قیامت این اطفال و این زنان از گریبان ما نخواهد گرفت؟ شما که میدانستید، چرا برای مردم نگفتید؟ چرا از این ظلم نگفتید؟ برای مردم بیان نکردید؟ به اون لحاظ است که یک عده افراد هستن که نمیفهمن، نمیدانن، غرق در جهل مرکبن، فکر میکنن که فقط راه رسیدن به خدا قتل است، کشتار است، جنایت است، ویرانی است، منهدم کردن است. آیا راه رسیدن به بهشت الهی تنها همیست که انسانها را قتل عام بکنید؟ والله این مسیر مسیری بهشت نیست. این مسیر خداوند مسیر جهنم گفته. من نمیگم مگر الله نگفته من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا؟ کسی یک بنده مرا بکشد گویا تمام انسانیت را نابود کرده. مگر این قول خدا نیست؟ مگر الله نگفته و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا فيها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما؟ مگر این کلام خدا نیست؟ حرف خدا نیست؟ من که نگفتم چنین چیزی، الله گفته کسی که بنده مؤمن مرا قصدن قتل میکنه. اینها مگر چی تقصیر داشتن؟ او طفلی که در گهواره است چی تقصیر داره؟ اون مادری که در حالت زایمان کردن طفل است چی تقصیر داره؟ ای امت اسلام، والله قسم است که امت رسول الله چنین عملی را انجام نمیدن. این کار امت رسول الله نیست. حالا هر کسی به هر نامی، به هر آدرسی که جنایت انجام میده. ممکن فردا از ما اراده گردن زدن مرا بکنه به خاطر اینکه که چرا این حرف رو گفتی. خب تقصیری من چیست؟ کوتاهی من چیست؟ به خاطر اینکه که حرف حق گفتم نکشید این اطفال، نکشید این زنان را، نکشید، بر شفاخانه ها حمله نکنید، بر معبدگاه ها حمله نکنید. از جمله اماکنی که اسلام برش مسئولیت 100% قرار داده 3 مکان هست. یکی مسجد است، عبادتگاه مسلمان، یکی معبدگاه غیر مسلمان هست. هیچ کسی حق نداره از آدرس اسلام بر عبادتگاه های غیر مسلمان تعرض بکنه. و سوم شفاخانه هست، این از مسئولیت برخورداره. مگر در اونجا کی بود؟ چی بود؟ چی میکردن؟ مگر این اطفال نازنین چی تقصیر داشتن؟
چی گناه داشتن؟ هر که پاکج میگذارد خون دل ما میخوریم. شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما. نمیدانم چی بگویم، نمیشه، اصلا قابل گفتن نیست. نمیتونه انسان توجیه بکنه. چی توجیه بکنید؟ و کسایی که عاملین این جنایت هستین چی توجیه میکنین؟ ای حکام خود فروخته، ای کسانی که امروز بر گرده های مردم سوار هستید، ای کسانی که امروز شب و روز در سر تقسیم قدرت دعوا دارید، زن و بچه خودتان صدای انفجار نمیشنوه، صدای فیر و تفنگ نمیشنوه، این لحظه ها را نمیبیند، حتی مشاهده نمیکند، ممکن بر روح روانش تأثیرگذار باشه. اینها همه فرزندان مسلمانن، اینها همه انسانن که امروز تکه تکه و قربان میشه، پارچه پارچه میشه. فردا جواب رب العالمین چی میدهید در پیشگاه الله؟ والله که به تنهایی ایستاد میشوید. یوم یقوم الناس لرب العالمین و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. تکی تنها ایستاد میشید در محضر رب العالمین. آقای رئیس جمهور، آقای رئیس اجراییه، مخالفین مسلح دولت، هر کسی که هستید، کسایی که در پشت این قضایا دست دارید، تقصیر این ملتی بیچاره چیست؟ مگر اینها چی گناه کردن که امروز فقر داد میزند، فساد داد میزند، بیکاری داد میزند، قتل عام اینها به اوج خود رسیده؟ تقصیر اینها چیست؟ چی گناهی کردن اینها؟ کجا همون جیره‌خورانی که شب و روز داد از حقوق بشر میزنن، حقوق انسانیت میزنن؟ آیا مگر اینها انسان نیستن؟ آیا جرمشان نیست که به جرم هزاره بودن کشته میشن؟ به جرم شیعه بودن کشته میشن؟ که اسلام میگه غیر مسلمان بیگناه رو نکشید، اینها که مسلمانن. پیامبر میگه من خصم و دشمن کسی هم که روز قیامت یک هندو رو به ناحق کشته. مگر در شهر پیامبر در مدینه غیر مسلمان زندگی نمیکردن؟ مگر در کنار پیامبر در صف مسجد و نماز پیامبر منافقین نبودن؟ منافقینی که خدا میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. چرا به هوش نمیایید؟ فکر نمیکنید کمی؟ مگر غیر مسلمان ها در مسجد نبوی در جلسه پیامبر نشستن؟ وفد نصارا کی بودن؟ مگر در یک بازار با اونها خرید و فروش نمیکردن؟ از این اسلام چی ساختیم ما؟ جز دهشت و بربریت و قتل و قتال و چیزی دیگری نیست. والله اگر کسی وجدان داشته باشه، ذره وجدان داشته باشه، تکان میخورد وقتی این صحنه ها را ببیند. او وزیر داخله، او وزیر دفاع، او رئیس جمهور، او رئیس اجراییه، والله که به خاطر دشمنی نمیگم، من من حیث یک جوان مسلمان از دلسوزی میگم برایتان، با تمام ای قتل و کشتار و فساد و جنایتی که در این مملکت انجام میشه، شما روز قیامت شما باید پاسخ بدهید در پیشگاه الله. اگر نمیتوانید بروید کنار تا ملت خودش برای خود تصمیم بگیرد. این چی وضعیتی است؟ این بحث قرنطینه رو ببین، این کرونا رو ببین، این فقر و بیکاری رو ببین، این ماه مبارک رمضان رو ببین، این وضعیت و جنایت و وحشت رو ببین. همه که بریگارد ندارن، همه موتر زری ندارن، اینها همه مردم بیچاره و فقیرن. مگر تقصیر اون مادری که طفلش در روی سینهش افتاده چیست؟ روز قیامت از شما به تمام کابینه شما سوال میشه بی ای ذنب قتلت، اینها رو به چه جرم کشتید؟ وقتی یک مسافر بیچاره از هرات حرکت میکنه تا به کابل به 50 جا تلاشی میشه، چندین جا ازش تذکره سراغ میشه، این موترهای با پر از مواد انفجاری وارد شهر میشه، صدها نفر را کشته میکشن، قتل عام میکنن. چی کسی اینها را تا اینجا میرساند؟ والله قسم است که دست دارن، خود کسایی دست دارن در این قضایا که امروز در این حکمتن.
و فردا ممکن برای من بگی که تو یک افراطیستی که چرا یه حرف رسیدی. افراطی نیستم. ولی این وضعیت چگونه توجیه میکنید؟ این مردم چی کنن؟ به کجا برن؟ راه چاره ای ندارن. کشورشان است، مملکتشان است. و بارها گفتیم که نه در هیچ کشوری دیگری، هر جا توهین میشن، تحقیر میشن، تمسخر میشن، دریا انداخته میشن، به مرزها گرگا و حیوانات وحشی جسدهایشان میخورد و در داخل کشورشان هم این وضعیت. مگر اینها انسان نیستن؟ حق زندگی ندارن؟ کجا اون سازمان های جهانی که دم از حقوق بشر و حقوق انسانیت میزنن امروز؟ این چه شوری است که در دوره قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. چی وضعیت است؟ به هر حال عزیزان من، و این لازم بود باید ذکر بشه، چون بعضی از مغرضینی هستن که باز انتقاد میکنه که شما آمدید و چرا از این نمیگید، از اون نمیگید. ما بارها گفتیم ولی که گوش شنوا. و تشکر میکنم از او عزیزان دل و از او خواهران و برادرانی که به خاطر خدا دوستمان دارن به ما توصیه میکنن که شما باید ملاحظه بکنید. خب چی گونه ملاحظه بکنید؟ چی کار بکنید؟ هر روز فرزندان عزیز ما پیش روی ما تکه تکه میشن. خب از این چی سانحه سخت‌تر است؟ من یک زمانی فکر میکردم وقت آیات قرآن میخوندم میگفتن در زمان جاهلیت مردم فرزندانش زنده به گور میکردن. من با خودم میگفتم یا الله، یعنی هست چنین کسانی؟ بودن چنین کسانی که چنین جنایتی را انجام بدن؟ ولی امروز میبینیم که خیلی به مراتب بدتر از ظلم روان است. مردم ما در نماز جنازه امنیت ندارن، در مسجد امنیت ندارن، در خانه ایشان امنیت ندارن، در شفاخانه امنیت ندارن، در شهر و بازار امنیت ندارن. والله قسم است که شما وقتی جاده های کابل بروید قدم بزنید، اگر وجدانتان ذره هم وجدان داشته باشید، اشک از چشم انسان جاری میشه. هر گوشه جاده رو ببینی که فلج و لنگ و کور و شلی افتاده است و اطفال فریاد میزنن. هر کسی دست دراز است و طرف کمک میکند و از طرف دیگه کنار هر جویبار و کانالی رو ببینی که ده ها جوان افتاده معتاد. اینها سرمایه این ملت هستن. نکنید ما اگر با این سختی عمر رو بگذرانیم ولی یقین داریم، باور داریم، ایمان داریم که روز پروردگار از همه این جنایت ها پرسان میکن. به الله برای این ملت صبر و حوصله بدید. امروز در گوشه و کنار ما در کشورهای همسایه ما مردم اوج در ناز و نعمت و امنیت زندگی میکنه، ولی من از 30 و چند سال عمرم هنوز یاد نمیدم سال و یا ماه و یا روزی که در روزو قتل و خونریزی و جنگی نباشه. یا الله تو شاهد باش، اگر روز قیامت از ما پرسان بکنی که عمرتان به کجا مصرف کردید، ما در جواب خواهم گفتیم که در قتل، خونریزی، ویرانی، جنایت. مگر تقصیر این اطفال معصوم چیست؟ مگر اینا چی گناه کردن؟ آیا افغان ها غیر از این جوابی در پیشگاه خداوند دارید؟
اگر تو سوال بکنی که عمرتان رو به کجا مصرف کردید، چی کردید، غیر از که هر روز جنگ، انفجار، انتحار، وحشت، قتل، خونریزی، فساد، اگر چی دیدیم دیگه ما از این عمر؟ اگر اینا چی تقصیر دارن؟ این زنان چی گناه کردن؟ ای محمد سر تو بردار از زمین، بی کسی حال امت را ببین. پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب، رفتی و اوضاع امت شد خراب. کاروان امتت بی رهبر است، ای محمد پیکر ما بی سر است. چه وضعیتی است این امت امروز؟ مثل گرگ به جان هم افتاده، همدیگر تکه تکه و پارچه پارچه میکن به نام اسلام، به نام قرآن، به نام دین. منی که 15 سال 20 سال درس خواندم، زحمت کشیدم، والله قسم است که این جنایت ها در دین نیست، در اسلام نیست. اسلامی که ما را با رحم و شفقت و ترحم حتی در برابر حیوانات دستور میده، چگونه در برابر انسان ها؟ این چی ظلمی است؟ این چی بربریتی است؟ چی وحشتی است؟ آیا تو وزیر، تو وکیل، تو رئیس جمهور، تو رئیس اجرایی مسئول نیستی در برابر اینها؟ هر قدر امروز تقبیح بکنی و تسلیت بگی، این جای اینها را نمیگیره. یا الله خودت به حال ملت بیچاره رحم کن. گفتیم انسان ها به 4 کاتگوری تقسیم میشن. یک، کسایی که تنها برای دنیا تلاش میکنن، اینها هم در خسرانن چون آخرت فراموش کردن. کسایی که تنها برای آخرت تلاش میکنن، دنیا را فراموش کردن، اینها هم در خسرانن چون الله داده تا از دنیا استفاده بکنید. سوم، کسانی که موفقن که هم برای دنیایشان هم برای آخرتشان تلاش میکنن، برای هر دو، هم در دنیا تلاش میکند که از نعمتهای الهی استفاده بکنه، رزق روزی حلال بخورد، هم به درد خودش بخوره تلاشش، هم به درد هم نوعان، انسانهای مظلوم، هموطنان عزیز تکه تکش، و هم برای آخرتش تلاش میکنه. اینها موفق ترین انسان ها هستند. چهارم، کسانی که نه برای دنیا تلاش میکنن نه برای آخرت. خسر الدنیا و الاخره، هم دنیا را در ذلت و خواری و هم آخرت در ذلت و خواری تیر میکنن. و شما میدانید که از این گروه و از این اقشار در جامعه خیلی زیاد. تو کسی که زدی هم دنیای خودت تباه کردی و هم دنیای دیگران را تباه کردی و هم آخرت خودت تباه کردی. خسر الدنیا و الاخره. همون لحاظ است که قرآن تاکید میکنه ذالک هو الخسران المبین. بعضی خسران ها و زیان ها آشکاراست، انسان با چشمش میبینه، مشاهده میکنه. 3 میلیون جوانی که امروز در روی جاده و خیابان افتاده، نه به درد خودش خورده، نه به درد مادرش خورده، نه به درد پدرش خورده، معتاد، تکه تکه و پارچه پارچه، و نه برای آخرتش تلاش کرده. از این زیان بیشتر چی باشه؟ به یک عده مثلا به لباس علم توجیه میکنن، میگن مواد مخدر جواز داره. از الله بترسید. چی جواب میدید فردا؟ تو کسی که فتوا میدی برای کشت مواد مخدر، برای زراعت مواد مخدر، برای شیره مواد مخدر، برای حمایت مواد مخدر، با تمام جرم 3 میلیون معتاد و این خسران مبینی که امروز در کشور میبینی، تو شریک هستی. چون در هیچ جنگی در طول تاریخ افغانستان ما 3 میلیون تلفات ندادیم، ولی امروز بر علاوه فقر و دربدری و تنگدستی و
جنگ و انتحار و انفجار و قتل و کشتار 3 میلیون جوان ما در نابودی قرار داره. چی کسی غم اینها رو میخوره؟ آیا کسی هست پرسان بکنه که میلیاردها پولی که از آدرس مواد مخدر وزارت مواد مخدر مصرف شد کجا مصرف شد؟ چی شد؟ چی درد رو دوا کردین؟ وقتی حقایق بگی باز حیاتی تهدید میکنن. چرا گفتی؟ اگر فردای قاضی زاده نبود به خاطری که چنین گفت، جرمش ای بود. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم است به عصر و زمان که انسان در زیان است. کدام انسان؟ او انسانی که از فرصتش استفاده نکرده، از وقتش استفاده نکرده. و پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم در حدیث ارزش وقت را بیان میکنه. این در قرآن بود گفته شد که آیاتی که الله قسم یاد کرده و ارزش وقت و زمان، الله سبحانه و تعالی به هیچ روزی در اسلام به روزی رخصتی و تعطیلی نیست. چرا که چون وقت ارزش داره. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. تلاش انسان مومن اونجا نماز خوان به خاطر آخرتش. الله میگه وقتی به نماز صدا شد بروید نماز بخونید به خاطر آخرتتون. و وقتی نماز ختم کردید فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، بروید از فضل خداوند طلب بکنید به خاطر دنیایتان، بیکار نشینید. و خطاب به پیامبر میگه فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. هر لحظه فارغ شدی به طرف پروردگارت رجوع بکن. یعنی حتی ای پیامبر تو هم حق نداری وقتی تو خدای ناکرده ضایع بشه. حق نداری. همیش انسان مومن تلاشش همیست. و حضرت عمر رضی الله تعالی چی زیبا میفرماید: من وقتم را 4 قسمت تقسیم کردم. یک قسمتش به خاطر خداوند به طاعات عبادات، یک قسمتش به خاطر استراحت خودم، یک قسمتش به خاطر صحبت و بررسی مشکلات فامیلم چون حق داره فرزندانم خانواده‌ام با اونها باشم، و یک قسمتش به خاطر خدمت به خلق الله و رسیدگی به مشکلات مردم. این حرفی است که 1400 سال پیش گفته میشه. در او زمان چنین طرحی داره عمر برای زندگی کردن و میگه من درآمدم را به 3 قسمت تقسیم کردم. یک قسمت را برای خرج فامیلم، یک قسمت را برای الله سبحانه و تعالی مصرف میکنم، یک قسمت را به خاطر احتیاط نگاه میکنم که در آینده به زندگی به دردم بخوره. خب از این واضحتر چی باشه عزیزان من؟ بیایید که ما هم زندگی خود را برای اساس استوار تقسیم بکنیم، استوار پایریزی بکنیم. و پیامبر در حدیث میگه 2 نعمت است که انسانها ازش غافلن. به روز حسرت این 2 نعمت رو میخورن. یکی نعمتی صحت است و یکی نعمت فراغ. غرق هستند در این 2 نعمت انسانها. یکی نعمتی است نعمت صحتمندی. وقتی که انسان صحیح سالم است، صحتمند است، قدر صحتمندیش نمیدانه، صحتمندیش برای نادرست مصرف میکنه. و زمانی که مریض شد قدر صحتمندی را میدانه. و یکی نعمتی فراغ یا فرصت هاست، وقت است. به همون لحاظ است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه اغتنم 5 قبل 5. 5 چیز است که انسان باید او را غنیمت بشماره، شکرش به جا بیاوره پیش ازی که 5 چیزی دیگر به سراغش میآید. یکیش نعمت صحتمندی ته غنیمت بشمار پیش ازی که مریضی به سراغت میآید. نعمت فراغ و فرصت ها را غنیمت بشمار پیش از این که مشغولیت به سراغت میآید، مصروف میشوی، افسوس میخوری که کاش وقت میداشتم. جوانیت را غنیمت بشمار پیش از این که پیری به سراغت میآید. غناءت را غنیمت بشمار پیش از این که فقر به سراغت میآید. حیاتت را غنیمت بشمار پیش از این که مرگ به سراغت میآید.
وقتی که زنده تلاش بکن برای آخرت، برای دنیایت، تا در لحظه مرگ افسوس نخوری. ما در روایت داریم که در لحظه جان کندن انسان تصویری تمام کارکردهای زندگیش پیش رویش میآید. و انتم حینئذ تنظرون، در اون لحظه همه دورت نشسته نگاه میکنن و تو فیلم زندگیت تماشا کرده روان استی. تمام 50 سال، 60 سال، 70 سال عمرت ثبت میشه مثل یک سریال. لحظه جان دادنت در حال جان کندن از پیش روی رد میشه. این همه پول مانده پشت سرت و تو قدرت استفاده نداری ازش. این همه وقتت ضایع شد، حالا باید پیش خدا جواب بدی. این همه گناه و معصیت انجام دادی، حالا چی جواب داری برایش؟ این همه فرصت های طلایی را از دست دادی، 50 سال عمر از دست دادی، چی جواب میدی پیش خداوند؟ این از پیش روی انسان رد میشه در لحظه جان دادن و خودت نگاه میکنی فیلم زندگیت. خوب دقیق میبینی، هیچ خشم نداره، گرد و غبارم درش نیست، کاملا تمیز و مشخص است. و وجدوا ما عملوا حاضرا، یک تعبیرش لحظه جان دادن کردن. در لحظه جان کندن هر چی کردی در دنیا میبینی. به همون لحاظ است که بعضی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم در وقت جان دادن میخندیدن، چون فیلمش مثبت میدیدن، سریال زندگیش خوب دیدن. و این سریال زندگیت قسمت است. یک قسمتش گناهانت است، یک قسمتش تعاون و همکاریت است، یک قسمتش نماز است، یک قسمتش روزه است، یک قسمتش زکات است، یک قسمتش حج است، یک قسمتش اخلاق است، یک قسمتش تعهد است، یک قسمتش صداقت است، یک قسمتش امانت است، یک قسمتش اخلاق و برخورد و تعامل با مردم، همسایه، زن، فرزند، زندگی هست. صدها قسمت داره. تصور بکن 60 سال عمر کردی، 60 قسمت است این سریال زندگی. به اون لحظه فوت او رو میبینی، تماشا میکنی و خودت خوب دقیق میدانی که چی کردی. به همون لحاظ است که اگر انسان خودش فکر بکنه دقیقا خودش میدانه که من جهنمیستم یا بهشتیستم. خود انسان. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه انسان برای هر چی که خلق شده همو برایش میسر و آسان میشه. اگر بهشتی باشی اعمال بهشتی برایت آسان میشه، اگر جهنمی باشی اعمال جهنمی. همیشه زمینه گناه و فساد و بدبختی برایت مساعد است. و بیایید پیش ازی که روزی این روز برسه و به این فیلم زندگی را تماشا بکنی و در این فیلم صدها حق و حقوق از مردم باشه، بیایید یک معذرت جانانه بخواهیم، بخشش بطلبیم از مردم، بخشش بطلبیم. من امروز از او برادران و خواهرانی که ما را میبینن قلباً صمیمانه عفو و بخشش میطلبم از شما. ممکن فردای نباشد، روز بعدی نباشد، و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی نمیتونه تضمین بکنه تا فردا چی اتفاقی میفته. اگر شما غیبت کرده باشم، برایتان تهمت زده باشم، حقتان ضایع کرده باشم، چی حقوق مادی و معنوی تان خورده باشم و پایمال کرده باشم، مرا ببخشید. این افتخار است، کار پیامبری است. شرم نکنید. رسول الله در برابر 100,000 صحابه در حجة الوداع استاد میشه، برای صحابه میگه مرا ببخشید. پیامبر برای اصحابش میگه هر کسی از من حق و حقوقی طلبد بیاید امروز از من بگیرد حق و حقوقشه. من از شما بخشش میخواهم. آیا دین خدا را به شما رساندم؟ همه میگن بله یا رسول الله. که الله تو شاهد باش که مسئولیتی من ادا کردم. و بعد میگه هر کسی از شما از من حق طلب است بیاید امروز حقش از من بگیرد، چون فردا در میدان محشر نمیخواهم پیش خداوند دیندار بنده باشم. چقدر در حق این مردم ظلم کردید.
چقدر حق فقیر و یتیم و مسکین و بیچاره و بیوزن رو پایمال کردید. چی میشه در صفحه تلویزیون بیایید معذرت بخواید از این ملت، بگویید ببخشید ما را؟ والله که این ملت غیور میبخشن. این مردم بخشنده و مهربانن، هم مهربانن هم بخشنده هستن. و چی میشه در دنیا از خواهر و برادرت معذرت بخوای که ببخشید؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم است. چی کسی قسم را یاد کرده؟ الله قسم یاد کرده، و عزت و جلالش قسم یاد کرده، و عظمت و کمال و بزرگیش قسم یاد کرده. و این فرصت های طلایی زندگی قسم یاد کرده که بندم اگر وقتت ضایع کردی تو در زیان هستی. یعنی به این معنا تأکید میکنه قرآن که بزرگترین زیانی که انسان کرده زیان ضیاع وقت است. چرا؟ چون اگر وقتت از دست دادی دیگه جبران نمیشه، بر نمیگرده و فرصت برایت. ارزش وقت از طلا بیشتر است، چون طلا ممکن دوباره به دست بیای ولی وقت به دست نمیاد. چه ساعت‌هایی که به نگاه کردن سریال‌های مبتذل صرف کردیم، چه ساعت‌هایی که به مجلس‌های لهو و لعب صرف کردیم، چه ساعت‌هایی که به خنده‌های بیهوده و غیبت و تهمت و نمامی و سخنچینی صرف کردیم، چه ساعت‌هایی که با بازی‌ها و سرگرمی‌های بیجا صرف کردیم. من نمیگم نخندید، بازی نکنید، تفریح نکنید. هر چیزی از خود مقداری داره در اسلام. انسان خسته میشه، نیاز به خندیدن داره، نیاز به بازی و ساعت تیری داره، نیاز به تفریح داره، سیاحت داره، اما به حدش، نه به اوش سرحدی که تمام عمر انسان ضایع بشه. این از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم که میگه دو نعمت بزرگ است که انسان‌ها غرقند در او، نعمت صحت و نعمت فراغ، و روز افسوسش میخورن که به او روز دیگه فرصت از دست رفته. در جوانی توبه کردن شیبه پیغمبری است، وقتی پیری گرگ ظالم میشود پرهیزگار. وقتی که جوانی را از دست بدی، فرصت ها را از دست بدی، او زمان دیگه توبه کردن درست الله قبول میکنه، ولی آنقدر سودی نداره که در جوانی داره. ارزش وقت از دیدگاه صحابه، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرمایند، بعضی از مفسرین در تفسیر این آیت روایت کردن، میگم مبغوض‌ترین مردم، بدترین مردم نزد من عبدالله ابن مسعود. میدانی ابن مسعود چه کسی است؟ فقیه ترین صحابه، دانشمند صحابه. میگه بدترین مردم، مبغوض‌ترین مردم نزد من کسی است که من ببینم که نه به کار دین مشغول است و نه به کار دنیا، وقتش بیهوده صرف میشه. این مبغوض‌ترین مردم نزد من است. یعنی نزد صحابه رسول الله بدترین انسان کسی است که از وقتش استفاده نمیکنه. و صحابه چقدر از فرصت استفاده میکردن. یک نمونه را ببینید. روز خالد ابن الولید قرآن بر میداره به دست میگیره، اشکانش میریزه، با قرآن خطاب میکنه که ای کلام رب العالمین مرا ببخش، ای قرآن مرا ببخش، چرا که من شب و روز مشغول جهاد بودم، به هیچ فرصتی نکردم تا تو را تلاوت بکنم، به تو رسیدگی کردن نتوانستم. یعنی عمرش در راه جهاد و مبارزه تیر شد. جهاد برای چی؟ برای اعلای کلمت الله، برای آسایش و آرامش امت رسول الله، برای رساندن پیام الهی، نه برای کرسی و چوکی و منصب و قدرت، برای قوم و شجاعت، نه، برای خدا. اگر فردای قیامت این قرآن از گریبان من و خودت بگیره، با این قرآن چی میگی؟ ای قرآن مرا ببخش که مصروف فیسبوک بودم، مصروف مسنجر بودم، واتساپ بودم، چت کردن بودم، مصروف نگاه کردن سریال بودم، مصروف غیبت و تهمت بودم. قرآن مرا ببخش، برای همه چیز وقت داشتم غیر از تو. تو رو به الله غیر ای دیگه پیامی برای قرآن داری؟ چی جواب میدی؟ به همون لحاظ است که الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید که روز قیامت این قرآن پیش خداوند شکایت میکنه.
از دست چند نفر؟ 5 گروه. و پیامبر شکایت میکنه و قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای الله بگیر ای قوم به خشم و غضب خودت که اینها قرآن در دنیا خوار کردن. چه کسانی بودن؟ یک، کسانی که از آدرس قرآن بر حق امت محمد تجاوز کردن. هر روز به نام دین و به نام قرآن مال مردم، حیثیت مردم، آبروی مردم، عزت مردم، خون مردم ریختان در روان بودن. اینها قرآن مهجور کردن. 2، یا الله بگیر او کسانی که این قرآن مهجور کردن. چی کسانی قرآن مهجور کردن؟ کسایی که قرآن رو میدانستن به شکل درست و صحیح ولی به مردم نرساندن. پیام قرآن. 3، بگیر او کسانی که قرآن مهجور کردن یا الله به خشم و غضبت. چی کسانی هستند؟ او کسایی که قرآن رو به خاطر پول، به خاطر چوکی، به خاطر قدرت، به خاطر منصب زیر پا کردن. رب قاری القرآن و القرآن یلعنه. خیلی از قرآن خوانای هستند که قرآن اونها رو لعنت میکنه. حافظ قرآن است مورد لعنت قرآن، عالم دین است مورد لعنت قرآن. به خاطر رسیدن به چوکی، کرسی، منصب، قدرت حاضر است از قرآن بگذره. 4، بگیر کسانی که قرآن مهجور کردن. چه کسانی هستند؟ کسانی که تمام عمرشان بیهوده صرف کردن ولی لحظه حاضر نشدن به پای قرآن بنشینن و قرآن گوش بکنن تا بفهمن و بدانن. 5، بگیر یا الله به خشم و غضبت. او کسانی که قرآن خار کردن، قرآن وسیله مفتخوری خود قرار دادن، فکر میکنن که این همه قرآن برای ختم کردن و اسقاط خوردن و به سر مرده دور دادن و به خاطر مرده خوندن است، در حالی که این کتاب شعارش چیست؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتابی که برای بیرون کردن انسان ها از تاریکی به سوی روشنایی، کتابی که بهترین برنامه برای اقتصاد، تجارت، سیاست، قدرت، معاشرت، ازدواج، تشکیل خانواده، همه چیز برنامه داره. کتابی که برای شعار میده والعصر ان الانسان لفی خسر. وقتی تضایع نکن. تو این قرآن فکر کرده که فقط برای نمو دور دادن سر اسقاط است و به اصطلاح سر مرده و خواندن بالای مرده؟ من نمیگم ختم قرآن به مرده ثواب نداره، کسی سوء استفاده نکنه از حرفم، ولی هدف نزول قرآن این نیست. قرآن برای زندگی کردن آمده. وقتی ازدواج میکنی برو لابلای قرآن ببین قرآن میگه چی گونه ازدواج بکن. وقتی تجارت میکنی در قرآن ببین قرآن میگه چی گونه تجارت بکن. وقتی سیاست و قدرت میخوای در قرآن ببین راهکار سیاست و قدرت برات نشان داده. وقتی تعامل با اقربا، خویشاوندان، همسایه‌هایت میخوای انجام بدی ببین قرآن در مورد اینا چی میگه. تمام این پیام قرآن برای زنده هاست نه برای مرده ها. ولی اگر افراد از قرآن کتابی برای مرده ها ساختن، همین که یک کس فوت کرد شروع میشه حالا قرآن بیارید که ختم قرآن بکن. درست است تلاوت قرآن ثواب داره، ختم قرآن ثواب داره، میرسه برای مرده، ولی به مراتب بالاتر از این ایمان به قرآن، فهم قرآن، رساندن قرآن، عمل به قرآن، دفاع از قرآن، این مهمتر است از مسائل دیگر. بنابراین عزیزان من بیاید که وقت خودش ضایع نکن. روز قیامت قرآن از دست این 5 گروهی که ذکر شد از ما شکایت میکنه. امیدوارم از جمله افراد نباشید. این بود تفسیری آیه اول سوره عصر که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. و یک نکته دیگر هم در ارتباط به ارزش وقت میگم و وقت ختم میگم. ما از لابلای قرآن گفتیم ارزش وقت که الله برش قسم یاد کرده هیچ روزی رخصتی نیست، همه در قرآن است، چون وقت اهمیت داره. از دیدگاه رسول الله گفتیم که پیامبر میگه که وقت مهمترین نعمت است در پیش برای انسان، باید ازش استفاده بکنه، غرق نشه، غافل نشه. صحابه را گفتیم میگن بدترین انسان کسی است که از وقتش استفاده نمیکنه، یا برای دنیاش یا برای آخرتش. و نکته دیگر از دیدگاه تابعین، پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را به نام اویس قرنی توصیف کرده برای صحابه، گفت که از دوستان من است. بعد از فوت من برای صحابه گفت شما او را میبینید. حضرت عمر و حضرت علی رضی الله تعالی عنه، وقتی حضرت علی و حضرت عمر میرن پیش اویس قرنی او را میبینن و همراهش صحبت میکنن، بسیار لحظه کم جریانش طولانی است، اما خلاصه‌اش این است که حضرت عمر ازش تقاضا میکنه که یک دعای، یک نصیحتی به ما بکن.
میگه از وقتتان استفاده بکنید، بخیزید بروید از نزد من، زودتر تلاش بکنید برای آخرتتان، چون مرگ نزدیک است، فرصت کم است و قدری ارزش وقت را بدانید. یعنی توصیهش است. معلوم میشه که وقت خیلی اهمیت داره و غالبا انسانایی که از وقتشان استفاده میکنن هم نتیجه وقتشان به دنیا میبینن هم به آخرتشان میبینن. و شما امروز کسایی که تنها برای دنیا از وقتشان استفاده کردن میبینید در دنیا در اوج ناز و نعمت و عیش و عشرت زندگی میکنن، چون از وقت استفاده کردن، حتی اقل برای دنیای خود استفاده کردن. ولی وای بر مؤمنانی که نه برای دنیا استفاده کردن نه برای آخرت استفاده کردن. هر روز به کوک جنگی و سگ جنگی و مرغ جنگی و کارهای لحظاتشان بیهوده مصرف میشه. در ژاپن سالانه یک نفر 72 کتاب مطالعه میکنه با تمام قوتی که، با تمام مصروفیت و مشغولیتی که دارن. ولی در افغانستان سالانه از 72 نفر یک نفر یک کتاب مطالعه نمیکنه. خب چی رقم ما موفق بشیم؟ نه مطالعه میکنیم، نه کار میکنیم، نه تلاش میکنیم، در حالی که شعار اسلام، تأکید اسلام همیست که از وقتتان استفاده کنید، کار کنید، تلاش کنید، زحمت کشید، بار دوش جامعه نباشید، برای دیگران شما رسیدگی بکنید، حداقل یک بال باشید برای جامعه ایتان. این بود تفسیری والعصر ان الانسان لفی خسر. تا اینجا خواندید یک آیت. سوگند به زمانه مگر کسانی که انسانها قطعا انسان در زیان است، مگر او کسانی در زیان نیستند که دارای این ویژگی های دیگه باشند که فردا خدمت عزیزان انشاءالله بیان میکنیم. موفق و مؤید باشید. همیشه ما را به الله یک تای امتا می سپارم. تا برنامه فردا در حفظ و پناه الهی باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.